بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دانش آموزان عزیز. با بحث تفریق اعداد مخلوط با رسم شکل در خدمتون هستم. خب نکنید بچه ها، ما یک تفریق اینجا داریم که به ما میگه 5 و 3/4 منهای 3 و 4/5 رو با شکل به ما نشون بدید. خب بچه ها، برای اینکه ما این تفریق یا جمع یا هر عملی رو که میخواین انجام بدین نشون بدید، سعی کنید با 2 رنگ متفاوت نشون بدید حداقل. خب نگاه کنید، 5 واحد کامل داریم. این 1 واحد، این 2 واحد، این 3 واحد، 4 5 و یه 3/4 و یه 3/4 داریم. سعی کنید بچه ها تا جایی که ممکنه واحداتون هم اندازه باشه. خب بچه ها، بیاین اینا رو رنگش کنیم. باید 5 واحد کامل رو ما رنگ کنیم. خب پس 1 واحد کامل، این 1 واحد، این 2 واحد، این 3 واحد، این 4 و اینم 5 واحد. حالا بچه ها نگاه کنید، اینجا ما یک 3/4 هم داریم. 3/4 باید اینو به 4 قسمت مساوی تقسیمش کنیم و 3 قسمتش رو رنگ کنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم ما به صورت افقی رنگ میزنیم، خط میکشیم، تقسیم میکنیم. 1 2 3 3 تا واحد یعنی 4 قسمت. 1 2 3 4 قسمت. خب حالا 3 قسمتش رنگ باید بشه. 1 2 3 3 قسمت از 4 قسمت مساویمون رنگ شد. حالا میریم تو عامل دوم. عامل دوم رو ما به صورت 3 و 4/5 میخوایم خط بزنیم. خب 3 واحد کاملمون رو همینجا خط میزنیم. این 3 واحد کامل. خب میایم توی قسمت بعدی، یعنی قسمت 4 4/5. 4/5 رو ما در اینجا با صورت افقی تقسیم بندی کردیم، اینجا به صورت عمودی تقسیم بندی خواهیم کرد. اینو دقت کنید. 1 2 3 4 5 قسمت مساوی. خب حالا 4/5 رو ما میخوایم حذف کنیم. بچه ها، من اینو به صورت با رنگ قرمز نشون میدم که قاطی نشه. بچه ها متوجه بشید. 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت و 4 قسمت. 4 قسمتش خط خورد.
خب حالا بچه ها نگاه کنید، ما یک واحد کامل داریم و 3 قسمت افقی و 1 قسمت عمودی. خب قسمت ها با هم برابر نیستن. خب ما چی کار میکنیم بچه ها؟ میایم هر دو رو هم تراز و هم شکل خواهیم کرد. هر دو رو با هم مثل هم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این شکلمون با این شکلمون جفتشو به یک حالت در میاریم. اینو به صورت عمودی تقسیم کردیم، این هم به صورت عمودی تقسیم کنیم. 1 2 3 4 تا خط اینجا، 1 2 3 4. این 4 تا اینجا رو هم 3 قسمت افقی میکنیم. 3 قسمت افقی، 1 2 3 قسمت افقی. خب حالا بچه ها ببینید چند تا قسمت رنگی ما چند قسمت رنگی داریم. یک قسمت، یک واحد کامل که رنگی داریم، این میشه واحد ما. درسته؟ چند قسمتمون رنگیه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. پس صورت ما میشه 19. کمرنگ شد، ببخشید. 19 تا قسمت ما رنگیه. از چند قسمت؟ از 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 4 5 تا 20 تا. 19 قسمت از 20 قسمت ما رنگی بود. اینو ما به صورت، این تفریق ما به صورت شکل به این حالت نشون دادیم. خب پس شد 1 و 19 بیستم ما جواب تفریقمون خواهد بود. ولی اگر از همون اول بیاین شما مخرج مشترک بگیرید، بعد که مخرج مشترک گرفتید، بعداً تو یک شکل به جای اینکه 2 بار این رو به حساب شکل بکشید که تقسیم بکنید، تو یک شکل میتونید کمش کنید. یعنی 3 واحد رو کم کردید، بعد از 5 واحدی که اینجا کشیدید 20 قسمت کردید. اینو از همون اول 19 واحدش رو حذف میکنید، یکی 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 ضرب در میزنید و شکلتون میشه 19 بیستم. 1 و 19 بیستم شما جوابتون خواهد بود. خب موفق باشید دانش آموزان عزیز. امیدوارم که متوجه شده باشید.